بسم الله الرحمن الرحیم. ویدیوی دوم تعیین مسیرهای قائم منحنی ها را در معادلات دیفرانسیل میخوایم امروز صحبت بکنیم. امروز قرار است که دو سه مثال حل بکنیم و ادامه مسیرهای قائم بر دسته منحنی ها. مثال صفحه 67، مثال 83. صفحه 67، مثال 83. خب گفته که مسیرهای قائم بر دسته منحنی‌های x ضرب y مساوی به c را دریافت کنید. میگیم x ضرب y مساوی به c یک گراف هست، گرافی از منحنی‌ها، یعنی برای c هر قیمتی که بگذارین گراف‌های جدید رسم میشه که اونها مجموعه از منحنی‌ها هستند که برای هر c متفاوت است. حال ما میخوایم که دسته مسیرهای قائم بر دسته منحنی ها را پیدا بکنیم. پس ما میاییم از این رابطه مشتق میگیریم، معادلات دیفرانسیلش را پیدا میکنیم. معادله دیفرانسیل میگم مشتق حاصل ضرب مشتق x میشه یک ضرب y جمع مشتق y میشه y زبر ضرب x مساوی به 0 و ما مساوی به 0 قرار دادیم و حال میایم از این رابطه y زبر پیدا میکنیم. y زبر اگر پیدا بکنیم میگیم y زبر x مساوی به منفی y و اطراف تقسیم بر x اگر بکنیم میشه منفی y بر x. حال میایم به جای y زبر منفی 1 بر y زبر میگذاریم مساوی به منفی y بر x قرار میتیم، میشه منفی 1 بر y زبر مساوی به y بر x. حال میایم طرفین وسطین میکنیم y زبر مساوی به x، y زبر هم هست دی y بر دی x، y ضرب دی y اطراف تقسیم ضرب اگر دی x بذاریم میشه x دی x و از دو طرف انتگرال میگیریم. میتونیم y دی y منفی x دی x بیاریم مساوی به 0. از دو طرف انتگرال میگیریم، انتگرال بگیریم 1 بر y مربع منفی 1 بر ببخشید 1 بر 2 y مربع منفی 1 بر 2 x مربع مساوی به میتونیم بگوییم 1 بر 2 c مربع. c را خوب است که به جایش k بگذاریم چون دیگه پارامتر نیستم و ثابت ما است. میتونیم حتی c بگذاریم فرقی نمیکنه. پس حاصل از این میشه y مربع منفی x مربع مساوی به k مربع. ما و میتونیم هم y مربع منفی x مربع مساوی به حتی k بگذاریم چون k که مربع شود بازم یک عدد ثابت پیدا بشه. و در شکل 12 در صفحه 67 منحنی ها را هم رسم کرده، منحنی های یا دسته منحنی های x y هم رسم کرده و دسته منحنی های y مربع منفی x مربع مساوی به k هم رسم کرده که هایپارابولا هست. نظر به هر کی که شما رسم میکنید هایپارابول های با شاخه های مختلفی دریافت میشه که این دو گرافه که ما اینجا ستاره دار علامت میزنیم اینها با هم عمود هستند. مسیرهای قائم صفحه 68 مثال 84 رو میخوایم کار بکنیم. صفحه 68 مثال 84 گفته نشان دهید که دسته منحنی های x مربع بر c x مربع بر c جمع y مربع بر c منفی در جای لمدا من کم میگذارم چون لمدا نوشتنش برای من کمی سخت است و با قلم نوری چون نوشته میکنم لمدا را کم مقبول نوشته نمیکنم، به اون خاطر کم میگذارم. که را شما در کتاب ببینید که همون لمدا هست که مساوی به 1 و گفته که c پارامتر است. خب ما باید معادله دیفرانسیل پیدا کنیم از این رابطه دسته منحنی ها یا جواب عمومی. چون یک پارامتر داریم یک بار مشتق میگیریم بعد 2x بر c جمع 2y y زبر بر c منفی k مساوی به 1 میرسیم.
دو رو مشترک میگیریم، تقسیم بر 2 میکنیم تا دوها از بین بره. پس ما میگیم x بر c جمع y زبر c منفی k مساوی به 0. مخرج مشترک میگیریم در این رابطه. مخرج مشترک که بگیریم c ضرب c منفی k مخرج مشترک گرفته میشه و c منفی k ضرب x جمع c y زبر مساوی به 0. خب کسری که 0 شد صورت مساوی به 0 قرار میتیم. پس میگیم c منفی k ضرب x جمع c y زبر مساوی به 0 قرار میتیم. c رو با x ضرب میکنیم میشه cx منفی kx جمع cy زبر مساوی به 0. و میایم از حد اول و حد دوم c رو مشترک میگیریم، پس میشه x جمع y زبر و منفی kx این طرف مساوات اگر انتقال بتیم میشه مثبت kx و اطراف تقسیم بر x جمع y زبر میکنیم تا c را پیدا کنیم. پس c مساوی است به kx x جمع y زبر. پس ما c را هم پیدا کردیم، میتونیم در دسته منحنی ها بگذاریم و c منفی k را میتونیم پیدا بکنیم، اینجا میگذاریم تا معادله دیفرانسیل پیدا شود. پس c منفی k را ما میتونیم پیدا بکنیم که میشه kx x جمع y زبر منفی k، یعنی در دو طرف k را تفریق کردم. وقتی که این را ساده بکنیم، این را دیگه با عهده خودتان است که ساده بکنین، ولی من خلاصش نوشته میکنم چون وقت ویدیو طولانی میشه. این را دیگه ضرب مخرج میکنین، جمع صورت میکنین به منفی k y زبر میرسیم که در مخرجم هست x جمع y زبر. پس ما c و c منفی k را پیدا کردیم. پس c و c منفی k را پیدا کردیم. حال قیمتش هم میگذاریم در دسته منحنی هایی که در خود سوال برای ما گفته. من اینجا نوشته میکنم، پس نوشته میکنم که x مربع به جای c نوشته میکنم که x بر x جمع y زبر جمع y مربع، در جای c منفی که هم داریم منفی که y زبر بر x جمع y زبر مساوی به 1. خب این دو دانه کسر الکسر در حالت جمع هست، اینها را ساده میکنیم. پس نوشته میکنیم که x مربع بر 1 ضرب مخرج معکوس میشه x جمع y زبر بر k ضرب x جمع. همچنان برای کسر دوم هم همچنان y مربع بر 1 ضرب x جمع y زبر منفی که y زبر مساوی به 1. خب میم کمی ساده میکنیم، میتونیم اختصار بکنیم، یعنی مربع 2 با x خلاص میشه و یعنی y مربع مربعش با y اختصار میشه و به x ضرب x جمع y زبر میرسیم که مخرجش فقط k ماند. جمع دهی هم میرسیم y ضرب x جمع y زبر بر منفی که حتی اینی منفی که در مخرج هست ما میتونیم با اینی علامه y هم تأثیر بتیم تا به علامه منفی برسیم، یعنی مثبت ضرب منفی منفی و در مخرج هم که y ماند و مساوی به 1 هست. خب میتونیم مخرج مشترک بگیریم بین از این کسر که y مخرج مشترک میگیریم. پس xy ضرب x جمع y زبر میشه منفی و
وای ضرب ایکس جمع وای وای زبر مساوی به 1. حال میایم طرفین و وسطین میکنیم، میشه ایکس وای ضرب ایکس جمع وای وای زبر منفی وای ضرب ایکس جمع وای وای زبر مساوی به که وای. و میایم در این دو حد در سمت چپ قوس مشترک هست، قوس مشترک میگیریم x جمع وای وای زبر مشترک میگیریم، در حد اول میمونه xy، در حد دوم هم میمونه منفی y و کوای هم که این طرف انتقال بده میشه منفی کوای مساوی به 0. و یک اشتباهی که ما اینجا انجام دادیم منفی کوای زبر است که ما کوای موندیم. خب میتونیم امی لحظه وای زبر اینجا میگذاریم، وای زبر اینجا اگر بگذاریم وای زبر در اینجا قرار میگیره و ای هم میشه وای زبر و اینی هم میشه وای زبر که اینجا ما پوزش میخوایم از شما که اینجا یک امو زبرش هم ماندم، ما فکر کردم که وای هست. خب و به این رسیدیم. این یک معادله دیفرانسیل است که ما جواب معادله دیفرانسیل اینجا برای ما داده شده و ما به خود معادله دیفرانسیل رسیدیم. حال ما میایم از این رابطه وای زبر را پیدا میکنیم و بعد تبدیل هایش میگذاریم، یعنی به جای وای زبر منفی 1 بر وای زبر میگذاریم و دوباره یک معادله دیفرانسیل جدید پیدا میشه و او را حل میکنیم. خب ما میتونیم از این رابطه وای زبر را پیدا بکنیم و شما این را میتونین حل بکنین. خب ما میاییم که این سوال دوباره میخوایم که به جای وای زبر منفی 1 بر وای زبر بگذاریم. ما با قلم سرخ اینجا نوشته میکنم، خدا کنه که جای داشته باشیم. به جای وای زبر میگذارم منفی 1 بر وای زبر. پس در این رابطه آخر خود پس نوشته میکنیم که x جمع y ضرب منفی 1 بر وای زبر ضرب x ضرب منفی 1 بر وای زبر منفی y. اینجا یک که وای زبر اینجا مانده بود که دوباره ایرم اصلاح میکنم، منفی که وای زبر مساوی به 0 است که ما به این میرسیم. این را حال میتونیم ساده بکنیم. پس من این طرف پاک میکنم تا بتونم سوال مرتبتر و بهتر نوشته کنم. خب بیایم کمی این رابطه را ساده میکنم. من در ابتدا دوباره این را نوشته میکنم. پس نوشته میکنم که x منفی y بر y زبر ضرب منفی x بر y زبر منفی y منفی که ضرب منفی 1 بر وای زبر اگر بگذاریم مساوی به 0 میشه و اینی منفی با منفی ضرب میشه و این را میایم کمی ساده تر نوشته میکنیم. وای زبر ضرب منفی x بر وای زبر منفی y مثبت که بر وای زبر مساوی به 0. دوباره میایم این را کمی ساده تر نوشته میکنیم x ضرب y زبر x y زبر منفی y بر y زبر از منفی ای هم میتونیم مشترک بگیریم و میتونیم نوشته کنیم y زبر منفی y ضرب y زبر میشه y زبر. البته میتونیم اینی منفی را در مخرج قرار بدیم، میگیم منفی y ضرب منفی y زبر میشه مثبت y زبر منفی x بر y زبر جمع کی بر وای زبر مساوی به 0. خب اگر ما بیایم اطراف ضرب وای زبر اگر بسازیم، یعنی از وای زبر
که مشترک بگیریم، دوباره پس ضرب بکنیم، یعنی دو طرف از ضرب وای زبر به توان 3 میکنیم، چون اینها میایم ایره کمی ساده تر میسازیم. میتونیم نوشته کنیم که x وای زبر منفی وای بر وای زبر، و در اینجا هم میتونیم نوشته بکنیم منفیش حتی میتونیم مشترک بگیریم، که پسان میتونیم هم مشترک بگیریم، حالا چون ما نوشته کردیم پسان مشترک میگیریم. منفی وای ضرب وای زبر میشه منفی وای وای زبر، کمی بالاتر نوشته کنم، منفی وای وای زبر منفی ایکس بر وای زبر میشه وقتی که این غیر واجب بکنیم، و این هم هست مثبت کی بر وای زبر مساوی به 0. حال از این قوس هم میتونیم مشترک بگیریم. بیایم کمی ساده تر نوشته کنیم که x وای زبر منفی وای بر وای زبر، از منفیش که مشترک بیاریم میتونیم این طرف نوشته بکنیم و نوشته کنیم که از صورت اگر از منفی مشترک بگیریم میشه وای وای زبر جمع x بر وای زبر جمع کی بر وای زبر، و اطراف اگر بیایم ضرب منفی 1 بسازیم، اینی عبارتی که ما اینجا داریم یک حد گفته میشه، ضرب منفی بسازیم تبدیل به مثبت میشه. پس نوشته میکنیم که x بر وای زبر منفی وای بر وای زبر ضرب وای وای زبر جمع x بر وای زبر منفی که وای زبر، یعنی ضرب منفی اگر بسازیم حد دوم منفی میشه. و میایم مخرج مشترک اگر وای زبر ضرب وای زبر یعنی وای زبر مربع را بگیریم، وای زبر کل مربع اگر مخرج مشترک بگیریم، این دو صورت با هم ضرب میشه، یعنی x وای زبر منفی وای ضرب وای وای زبر جمع x منفی که ضرب وای زبر، چون که تقسیم بر وای زبر شوه یک دانه وای زبر. حال زمانی کسر صفر میشه که صورت صفر شوه، پس نوشته میکنیم x وای زبر منفی وای ضرب وای وای زبر جمع x منفی که وای زبر مساوی به 0. خب ما میبینیم که سوال گفته بود نشان دهید که دسته منحنی ها، یعنی همون اول سوال که گفته بود که x مربع بر c جمع وای مربع c منفی لمدا مساوی به 1، گفته که نشان دهید که دسته منحنی ها بر خودشان عمودند، یعنی c پارامتر است. وقتی که میگه بر خودشان عمود است و ما قبلا هم این رابطه را پیدا کرده بودیم که گفته بودیم که اینها بر خودشان عمود است، و ما ملاحظه میکنیم که معادله دیفرانسیل دسته منحنی ها با معادله دیفرانسیل دیفرانسیل مسیر عمود بر آنها یکی است. لازم به ذکر است که از دسته منحنی ها معلوم می شود که اگر c بزرگتر از لمدا باشه منحنی ها بیضوی میشه، و اگر c کوچکتر از او باشه های پارابولا میشه. یعنی اگر c بزرگتر از لمدا در اینجا قرار بگیره در مخرج یک عدد مثبت میشه که ما میفهمیم که این یک بیضوی هست، و اگر c کوچکتر از لمدا باشه جواب منفی میشه که اون منفی رو با این علامه اگر تاثیر بدیم منفی میشه که ما میگیم این یک های پارابولا هست. شکل صفحه 68 هم همین چیزا بیان میکنه. مثال صفحه 68 مثال 85 هم همین چیز هست و خیلی یک مثال ساده است. من مطمئن هستم که اگر شما این را با دقت تعقیب بکنید طریقه حل سوالش به جواب از اون میرسین و درک میکنین سوال. و همچنان مثال 86 هم تقریبا مثل مثال 85 است، ولی یک کمک تفاوت داره، ولی باز هم جوابهایشان خیلی ساده پیدا میشه و شما میتونین او را درک بکنید. روزتان خوش، موفق باشید.